بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، درس تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام می‌دهیم و موضوعی که ما قرار داریم این قاعده نونی ساکن و تنوین است و می‌گذریم به قاعده دوم، ادغام. ادغام در لغت در آوردن یک چیز به چیز دیگری را گویند. در اصطلاح علم تجوید در آوردن حرف نون به حرف‌های ادغام را گویند. حرف‌های ادغام 6 تا می باشند که آنها را علما برای حفظ کردن در کلمه زیرین جمع‌آوری نمودند. یرملون. ببینید دوستان، حرف‌های ادغام یا، میم، نون، واو، لام، را. و برای چی حرف لام و حرف را به دیگر رنگ اشاره کرده شدن در پایان خواهیم دانست سببش را. ادغام به 2 قسم تقسیم می شود. یکم، ادغام با غنه. حرف‌ها ادغام با غنه 4 حرف دارد: یا، میم، نون، واو، که آنها را علما در کلمه یمنو جمع آوری نمودند. تعریف ادغام با غنه: اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از این 4 حرف آید، نون را به حرف بعدی در آورده با غنه خوانده می شود. یعنی خود نون خوانده نمی شود و حرف بعدی باشد 2 تا کرده از دماغ برآورده خوانده می شود. ادغام بی غنه: حرف‌ها ادغام بی غنه 2 حرف دارد که آنها حرف‌های لام و را می باشند. تعریف ادغام بی غنه: اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از این 2 حرف آید، نون را به حرف بعدی در آورده بی غنه خوانده می شود. یعنی خود نون خوانده نمی شود و حرف بعدی باشد 2 تا کرده خوانده می شود. تعریف غنه را دوستان ما در درس های پیش گذاشتیم. غنه یعنی از دماغ برآوردن آواز بود. مثال های ادغام با غنه: مثال ها برای حرف یا: من یقولو. ببینید دوستان، حرف نون را نخواندیم بلکه حرف نون را به حرف یا در آورده خواندیم، ادغام کردیم و با غنه خواندیم. من یقول. و مثال های با تنوین: خیر یره. بعد از تنوین ان حرف یای آمد. خیر یره. مثال های حرف میم: ممل، کعصف مأکول. مثال های حرف نون: من نعمه، یومئذ ناعمه. مثال های حرف واو: موال، لهب و تب. مثال های ادغام بی غنه: مثال های حرف لام: یکل له همزة لمزه. به سبب که حرف لام بی غنه خوانده می شود، به این سبب این را ادغام بی غنه گفتند. حرف را نیز بی غنه خوانده می شود. مثال های حرف را: من ربهم غفور رحیم. ایضاح: قاعده ادغام تنها در بین 2 کلمه راست می آید. ببینید دوستان، همه این مثال ها در بین 2 کلمه هستند و قاعده ادغام در داخل یک کلمه نمی آید. از جهت کامل و ناقص بودن ادغام باز به 2 قسم تقسیم می شود. یکم، ادغام کامل دارای حرف های زیرین می باشد: نون، میم، لام، را. و دوم، ادغام ناقص دارای حرف های زیرین می باشد: واو و یا. در وقت تلفظ حرف‌های ادغام کامل
حرفای نون، میم، لام و را دو تا شدن حرف خیلی روشن و آشکار است و در وقت تلفظ حرفهای ادغام ناقص واو و یا دو تا شدن حرف نه آنقدر روشن است به سبب حرف ناقص یعنی حرف عله بودن این دو حرف. در قرآن کریم در بالای حرفهای ادغام کامل علامتی تشدید گذاشته شده است و در بالای حرفهای ادغام ناقص تشدید نیست. تشدید نباشد هم حرفها دو تا کرده خوانده می شوند. ببینید دوستان، مثال های ادغام کامل. مال، ببینید در بالای حرف میم تشدید آمد. این دلالت میکند که حرف میم ادغام کامل است. و غفور الرحیم، در بالای حرف را نیز تشدید آمد. این دلالت بر آن میکند که این ادغام کامل است. و مثال ها برای ادغام ناقص. من یقول، ببینید در بالای حرف یا تشدید نیست. این دلالت بر آن میکند که این ادغام ناقص است. لهب و تب، اینجا نیز در بالای حرف واو تشدید نیست. این دلالت بر آن میکند که اینجا ادغام ناقص است. و ببینید تشدید هم نباشد حرف یا و حرف واو را ما دو تا کرده خوندیم. من یقول، من یقول نخوندیم. من یقول لهب و تب، ببینید حرف یا و حرف واو را دو تا کرده خوندیم. علامت های قرآنی قاعده ادغام اینها می باشند. یکم، در بالای حرف نون ساکن ظاهر نیست. دوم، خطهای تنوین ان و تنوین این برابر نیستند و تنوین اون در شکل رقمی 99 آمده است. سیوم، حرفهای ادغام کامل با تشدید می آیند. چهارم، حرفهای ادغام ناقص به تشدید می آیند. استثناء، در قرآن کریم 4 کلمه است که از این قاعده بیرون می باشند. مثال در کلمه های الدنیا، قنوان، سنوان، بنیان که بعد از نون ساکن حرف های ادغام آمده اند ادغام کرده نمی شوند بلکه حرف نون روشن خوانده می شود. سبب در آن است که ادغام تنها در بین دو کلمه راست می آید، نه در داخل یک کلمه. یعنی حرف نون ساکن و حرف های ادغام در داخل یک کلمه اگر واخورند ادغام کرده نمی شود. در بالا ما گفتیم که ادغام تنها در بین دو کلمه انجام داده می شود. سپارش قاعده های ادغام را در این سوره یابید. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزة لمزة. ویل لی، ببینید بعد از تنوین اون حرف لم آمد و اینجا ادغام شد. ویل لی، علامت قرآنی چی؟ علامت قرآنی تنوین اون در شکل 99 آمد و حرف لم با تشدید است. دوامش همزة لمزة، در اینجا نیز ادغام شد. علامت قرآنی تنوین خطهایش برابر نیست و حرف لم با تشدید است. الذي جمع مالا وعدده. مالا در اینجا نیز ادغام شد. ادغام ناقص به این سبب در بالای حرف واو تشدید نیست و علامت قرآنی دیگر تنوین ان برابر نیست، خطهایش برابر نیست. آیت دیگر یحسب ان ماله اخلده، در اینجا قاعده ادغام نیست. کلا لینبذن فی الحطمه، در اینجا نیز قاعده ادغام نیست. و ما ادراک ما الحطمه، در اینجا نیست. نار الله الموقده، در اینجا نیز قاعده ادغام نیست. التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده فی عمد ممدده، در آیت آخران هست فی عمد ممدده
بعد از تنوین این حرف میم آمد و علامت‌های قرآنی ببینید تنوین این خطایش راست نیست و حرف میم با تشدید آمد. سوالها برای سنجش. یکم، ادغام در لغت و در اصطلاح چه معنا دارد؟ دوم، حرفای ادغام کدام هایند؟ سیوم، ادغام به چند قسم تقسیم می شود؟ چهارم، تعریف ادغام را بیان کنید. پنجم، علامت های قرآنی ادغام کدام هایند؟ و ششم، کدام کلمه ها از این قاعده بیرون هستند؟ وظیفه خانگی: سوره مسد را در دفتر نوشته همه قاعده های گذشته را یافته علامت گذاری نمایید. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.